سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم در مورد مهندسی کامپیوتر صحبت کنیم. اول از همه این که من سوالا رو روی لپتاپه و از روی لپتاپ سوالا رو میخونم. بریم سراغ این که مهندسی کامپیوتر چیه. مهندسی کامپیوتر ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار و کدنویسیه. یعنی مهندسی کامپیوتر چه چیزی رو به شما یاد میده؟ به شما یاد میده چجوری یه اپ رو طراحی کنین، چجوری یه نرم افزار رو طراحی کنین، چجوری با سیستم ها کار کنین، چجوری اصلا وارد هوش مصنوعی بشین. و اینو بهتون بگم که تو هر حوزه‌ای بخواین کار کنین که با تکنولوژی در ارتباط باشه و کامپیوتر، ردپای مهندسی کامپیوتر رو پیدا میکنین. و به خاطر همینه که بازار کار خیلی گسترده و خیلی خوبی داره. سوال دوم اینه که ما توی مهندسی کامپیوتر چه درسایی رو میخونیم؟ اول از همه درسای پایه مثل ریاضی، فیزیک، مبانی کامپیوتر و یه سری درسای تخصصی تر مثل پایگاه داده، مثل ساختمان داده. ساختمان داده خیلی درس مهمیه بچه ها. اگر میخواین مهندسی کامپیوتر کار کنین و بخونین، حتی به نظرم نمیخواین مهندسی کامپیوتر بخونین ولی کد نویسی دارین کار میکنین، برنامه نویسی دارین کار میکنین، برنامه نویسی دارین کار میکنین، حتما ساختمان داده رو بخونید. حالا بهتون میگم که با چه استادی به صورت رایگان. درسای تخصصی داشتم میگفتم، مثل ساختمان داده، پایگاه داده، سیستم عامل، طراحی وب، طراحی نرم افزار و هوش مصنوعی. کلا تو مهندسی کامپیوتر ریاضی و منطق، هم با ریاضی و منطق ما سر کار داریم، هم با کد نویسی و همینی که خیلی جذابش کرده. یه سوال مهم که شما خیلی از من میپرسین، فرق مهندسی کامپیوتر با علوم کامپیوتره. خب مهندسی کامپیوتر بیشتر فنیه و روی مثلا نرم افزارها و توسعه نرم افزار و سخت افزار کار میکنیم، همینطور کد نویسی. ولی علوم کامپیوتر تئوریه و بیشتر علمیه، بیشتر شما باید تحقیق کنید، ریسرچ کنید و اینطوری بهتون بگم که بیشتر مثلا الگوریتم رو یاد میگیرین، ریاضی رو یاد میگیرین، هوش مصنوعی، روی تحقیقات هوش مصنوعی کار میکنید توی علوم کامپیوتر. و این بستگی به خودتون داره که دوست دارین تو کارهای فنی باشین، کد نویسی کنین، به این سمت مهندسی کامپیوتر. و اگر دوست دارید که عاشق ریاضین و دوست دارین که ریسرچ کنین، تحقیق کنین، به این سمت علوم کامپیوتر. بازارکار مهندسی کامپیوتر در ایران و خارج خوبه؟ چطوری؟ بازارکار مهندسی کامپیوتر چه داخل ایران چه خارج ایران خیلی خوبه بچه ها. یعنی شما واقعا میتونید درآمد کسب کنید از مهندسی کامپیوتر. حالا به چه صورت؟ توی خارج ایران که خیلی درآمدهای خوبی دارین، یعنی درآمدهای بسیار بالا و به نسبت کار کمتر. ولی داخل ایران هم خیلی نسبت به بقیه مهندسی ها و بقیه رشته ها شما درآمد خوبی دارید و این بستگی به خودتون داره، چقدر مهارت دارین، چقدر حرفه دارین. یعنی بچه هایی که مهندسی کامپیوتر میخونن یه عده هستن که فکر میکنن که فقط با داشتن مدرک مهندسی کامپیوتر میتونن یه درآمد خیلی خوبی داشته باشن، ولی اینطوری نیست واقعا. اصلا مهندسی کامپیوتر توی دانشگاه یه سری بیسا رو به شما یاد میدن، یه سری چیزا رو به شما یاد میدن که شما بتونید یک زبان برنامه‌نویسی طراحی کنید. یعنی چجوری یه زبان برنامه‌نویسی رو بنویسیم، اینو بهتون یاد میدن. چجوری کامپیوتر کار میکنه، کامپیوتر چیه اصلا، اینا رو بهتون آموزش میدن. نمیان به شما مثلا دیتا ساینس یاد بدن، طراحی وب یاد بدن، هوش مصنوعی یاد بدن که شما مثلا بتونید به کار برسید. اینا رو صرفا براتون معرفی میکنن. حتی معرفی هم به اون صورت نیست بچه ها. خودتون باید برین دنبال این که مسیرتون رو پیدا کنید و با این فکر نیاین که بریم مهندسی کامپیوتر بخونیم و اصلا درآمد خیلی خوبی داشته باشیم. بچه ها توی دانشگاه اینطوری همونه که مهندسی کامپیوتر میخونن، یه عده هستن که اصلا درآمد ندارن، یه عده هستن که مثلا بیسیک درآمد همون مثلا 10 تا 20 میلیون درآمد دارن
و یه عده هستن که مثلا دانشجو هن ولی مثلا که نه، حدود مثلا 80 تا 100 میلیون درآمد دارن. خوش به حالشون. خلاصه درآمد خیلی نسبیه و بستگی به چیز شما، به مهارت شما بستگی داره که چطوری هندل کنید ماجرا، چجوری اصلا بتونید کار بگیرید. خب اینم خیلی مهمه، همه چی مهارت نیست. به سراغ بچهای کنکوری، کسی که ریاضی و تجربی یا انسانی خونده میتونه وارد مهندسی کامپیوتر بشه. بچهای ریاضی که قطعا میتونن و خیلی هم میرن. بچه‌های تجربی انسانی و بچه‌های هنرستانی که کامپیوتر. بچه‌های تجربی اکثرا چون ریاضیایی که میخونن، بچه‌ها چون ریاضیشون به خاطر کنکور رقابتی که وجود داره اکثرا ریاضی خیلی خوبی دارن. خب یعنی از بابت ریاضی به مشکل نمیخورن بچه‌های تجربی. ولی بچه‌های انسانی و بچه‌هایی که توی هنرستان مهندسی خوندن اینا اذیت میشن. چرا اذیت میشن؟ چون شما توی دانشگاه حدود 30 واحد فقط ریاضی دارید. این 30 واحد ریاضی که میگم خیلی سخته، نه به سختی درسای تخصصی ولی واقعا سخته. یعنی اینطوریه که مثلا بچه‌ها ترم 6 مثلا یه 2 ترم دیگه داره که مهندسیشو تموم کنه، هنوز داره ریاضی 2 پاس میکنه و یه سری هنوز ریاضی 1 پاس نکردن. پس چیز راحتی نیست. بستگی به خودتون داره. بچه‌هایی که من دیدم انسانی و هنرستان اومدن خیلی اذیت میشن. اینطوری هم که بچه‌ها میپرسن که مثلا قدر مطلق، میگه این 2 تا 1 که کنار گذاشتی یعنی چی؟ خب تقصیر اون نیست، تقصیر هیچ کس نیست، تقصیر استادم نیست، تقصیر اینه که اینا نخوندن، اینا کد زدن اومدن بالا. به خاطر همینه که به مشکل میخورن. دیگه نیاز داره به اراده خودتون که زیاد درس بخونین، چون بچه‌هایی که از خود، یعنی بچه‌هایی که ریاضی خوندن هم با این ریاضیات مهندسی به مشکل میخورن. دیگه چه رسد به شمایی که مثلا بیس ریاضیتون تو دبیرستان خیلی ضعیف‌تر بوده از بچه‌های ریاضی. برای موفقیت توی این رشته باید چه مهارت‌هایی بلد باشیم؟ برنامه‌نویسی، زبان انگلیسی، ریاضی. اولین زبانی که یه برنامه‌نویس باید بچه‌ها بلد باشه زبان انگلیسیه. به قدری زبان انگلیسی مهمه که زبان برنامه‌نویسی مهم نیست. باید یه زبان انگلیسیتون قوی باشه. چرا قوی باشه؟ چون شما از یه جایی به بعد دیگه مثلا استادی نیست که به شما تدریس کنه. شما خودتون باید برید مثلا داکیومنتی که جدید وارد شده اونو بخونید. خودتون برید بخونید و خودتون آپدیت کنید و بیارید بالا. به خاطر همینه که زبان انگلیسی خیلی مهمه. بخواید پروژه بگیرین از خارج ایران، زبان انگلیسی مهمه. بخواید درس بخونید، زبان انگلیسی مهمه. یعنی خیلی مهمه. حتی از خودمون زبان برنامه نویسیه مهمتر زبان انگلیسی. اگر بلد باشید اصلا لازم نیستش که شما هزینه‌ای بکنید برای یاد گرفتن واقعا یه زبان برنامه نویسی مثل پایتون، مثل جاوا اسکریپت، مثل هر زبان دیگه که میخوایم بریم سمتش. خب شما قشنگ با تو یوتیوب میتونید پیدا کنید یه سورس رایگان و شروع کنید به یادگیری. زبان انگلیسی انقدر مهمه بچه‌ها. خب اول زبان انگلیسی زبان انگلیسی رو جدی بگیرید و بخونید. بعد طبق اون چیزی که میخواید پیش برید، مثلا دوست دارین برید طراحی وب کار کنید، خب باید جاوا اسکریپت بلد باشید. میخواید مثلا برید سمت هوش مصنوعی، دیتا ساینس، این خب باید پایتون بلد باشین و طبق اون مسیر و رودمپی که انتخاب میکنید باید انتخاب کنید که چه زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید. ریاضی مهمه. قبل این بهتون پاسخ دادم که ریاضی مهمه یا نه. کلا آدمایی که ریاضی یه چیز اصله، که آدمایی که ریاضی بلدن و ریاضی رو درک میکنن توی کد نوشتن راحت ترن. به نظر من که تازه مثلا دارم جاوا اسکریپت کار میکنم، جاوا اسکریپت یا هر زبان برنامه نویسی مثل ریاضیه.
دقیقا این ریاضی، همونطور که شما ریاضی حل میکنید، مسئله‌ای که به شما میدن رو باید حل کنید. حالا مثلا تو هوش مصنوعی که واقعا همش ریاضیه، یعنی ریاضی خیلی زیاده، یا کسی که میره هوش مصنوعی کار میکنه یا انفرماتیک کار میکنه واقعا باید ریاضی خیلی خوبی داشته باشه. باز مثلا به نسبت طراحی سایت اینا خیلی کمتر با ریاضی کار داره، ولی برای درک زبان برنامه‌نویسی، هر زبان برنامه‌نویسی شما نیاز دارین که ریاضی خوبی داشته باشین. صرفا به خاطر دانشگاه نه، مجبورید که ریاضیتون خوب باشه، درک کنید که چه مسئله‌ای رو میخواین حل کنید، اینجا چی نیازه. اینا همه نیازمند یه ریاضی خوبه. اینطوری هم نیستش که مثلا بیان به شما یه مسئله ریاضی بدن. خب برای مثال میان میگن که مثلا به شما یه آرایه میدن که داخلش سن کاربر هست، اسم کاربر هست، وضعیت فعال بودنش هست، معدلش هم هست، و شما باید یه چیزی طراحی کنید که معدل بالای 19 مثلا بهش بگه الف، معدل بالای مثلا 17 رو بگه الف، بعد مثلا از 15 تا 17 رو بگه نرماله، بعد از مثلا 12 به پایین اعلام کنه مشروطه. خب خیلی ساده است، خیلی ساده است، ولی بازم مسئله است. یعنی یه چیزیه که شما باید حلش کنید، ولی با اعداد و اینا نه، با زبان برنامه‌نویسی، با کامپیوتر که هر داده‌ای وارد شد این تقسیم بندی کنه و مثلا بگه این الف شده، این اوکیه، این مشروط شده، اینطوری. خب چه گرایش ها و یا حوزه هایی داره؟ خب اگر بخوام حوزه هایی که میتونید فعالیت کنید و بهتون معرفی کنم، خیلی گسترده است. شما میتونید توی وب، طراحی وب فعالیت کنید، توی موبایل فعالیت کنید، توی هوش و امنیت فعالیت کنید، تو دیتا ساینس، تو نرم افزار. خیلی گسترده است بچه‌ها. یعنی هر چیزی که فکر کنید، واقعا هر چیزی که فکر میکنید میشه که انجام داد. حالا من توی ویدیوهای بعدی میام دونه دونه این حوزه ها رو معرفی میکنم براتون که و یه رودمپ بهتون معرفی میکنم، رودمپ میدم و امیدوارم که خیلی راحت بتونین این حوزه‌ای که میخواین توش فعالیت کنین پیدا کنید. اینجوری هم نیستش که من الان بخوام یه توضیح ساده بدم، یعنی هر چی رو بخوام بگم بازم طولانی میشه ویدیو، پس اینا رو دونه دونه معرفی میکنم توی ویدیوهای بعدی. اینم بدونید که مهندسی کامپیوتر استخدامی ها رو میتونه شرکت کنه. این برای بچه‌ای که میخوان استخدامی شرکت کنن خیلی خوبه. مهندسی کامپیوتر توی بانک استخدام میشه، بانک هم که دیگه خوبه، عالی. یه سوال دیگه که فکر میکنم باید جواب بدم اینه که هوش مصنوعی داره کد میزنه دیگه، پس جای مهندسی کامپیوتر رو میگیره. بچه‌ها هوش مصنوعی کی به وجود آورده؟ خود مهندسین کامپیوتر، کسی که کد میزنه. خب هر چیزی تو این دنیا جایگزین بشه مهندسی کامپیوتر نمیشه، چون برای بروز رسانی کردن، برای ثبت دیتا ها، برای گرفتن، برای که دیباگ کردن همین هوش مصنوعی ها ما نیاز داریم به یک کسی که کد میزنه. خب بعدم اصلا بخواد هوش مصنوعی بقیه رشته ها رو بگیره، پس دنیا شغله، دنیا باید هوش مصنوعی طراحی بشه و بازم نیاز به کدنویسی هست. و اینکه هوش مصنوعی جدید اومده، مثل همون زمان اوایلی که نفت اومده و همه ازش میترسیدن، ولی الان داره به دنیا خیلی کمک میکنه، همه چی راحت تر شده و هوش مصنوعی هم من فکر میکنم همچین چیزیه، باعث راحت تر شدن کارهای ما میشه. ما رو حذف نمیکنه. تو یه سری رشته ها شاید رشته ها واقعا میرن کنار، ولی مهندسی کامپیوتر همجا هست، خیالتون راحت. خب کسی که به ریاضی علاقه نداره و حوصله کد نویسی نداره میتونه موفق بشه؟ این آدم توی بقیه حوزه‌ها شاید موفق باشه، ولی کسی که حوصله کد نویسی نداره قطعا خب
نمیتونه موفق باشه، چون شما الزام داره که تو هر رشته که کار میکنین، تو هر حوزه که کار میکنین، حداقل 1 سال فقط کد بزنین، دنبال این باشین که اینو یاد بگیرم، اونو یاد بگیرم و بتونین هندل کنین ماجراها رو. و واقعا به یه دیسیپلین خوب نیاز دارین. اینکه حوصله ندارین یا علاقه ندارین دیگه خودتون میدونید. خب سوالا تموم شد. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم توی این ویدیو و لایک و کامنت یادتون نره. توی ویدیوهای بعدی در مورد حوزه های مختلف قرار صحبت کنیم و رودمپشون رو بهتون توضیح بدم. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.